من و بابک سال 2016 گروهی رو تأسیس کردیم به اسم سامیا انسمبل. من از اون مدلایی هستم که به صورت آزاد موسیقی کار کردم و از سن 9 سالگی ساز تنبک رو شروع کردم و به تناوب همینطور آواز و ستار رو. هدفمون اینه که موسیقی ایرانی رو قابل هضم کنیم برای بقیه ملیت‌ها. وقتی بهش فکر میکنم که نه سام میری بالا، نه میری بالا، به این فکر کنم اوکی بهتره که امشب در این لحظه در اینجا فقط اجرات رو داشته باشی و فقط به بهترین خودت فکر بکنی. This is not the first time I play Iranian music. My biggest dream is to have a big band with women from the whole world. اگر ما رد بشیم تشکر میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از کل مجموعه که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم خودمون نشون بدیم. سلام بچه‌ها. سلام، عرض ادب دارم خدمتتون. خوب هستین؟ متشکرم، مرسی. اسمتون شما؟ من سام هستم. بابک عزیز که گیتار می‌نوازن و بوئل موگنسون که نوازنده کنترباسن. خب بفرمایید برای اجرا. خیلی ممنون. متشکرم. بخردم و شوم زمارون آی به مریم جان جان به مریم کارت منه کمر و للمه دهون آی به مریم جان جان به مریم انده برده میتاسه مرز میون آی به مریم جان جان به مریم طول بیاردمه یک ببر میقوم آی به مریم جان جان به مریم ماه و ستاره آی به مریم جان جان به مریم ماه و ستاره آی به مریم جان جان به مریم تفنگ برسم تیادگاری دست برواری آی به مریم تفنگ برسم تیادگاری دست برواری آی به مریم یه لیلی جان ستاره چش سوره نداشته و نوشه تب کابور نداشته آی نداشته ای نقره نگون هلال اول ماه دوست آی قشنگیت ابرور نداشته نازنین همش احساساتی میشه. بخردم و شوم زمارون آی به مریم جان جان به مریم
کارت من کمر و للم دهون آی به مریم جان جان به مریم انده برده میتاسه مرز میون آی به مریم جان جان به مریم طول بیاردم یک ببر بقوم آی به مریم جان جان به مریم جان به مریم جان جان به مریم جان جان به مریم جان به مریم جان جان به مریم جان جان به مریم تفنگ برسم یادگاری دست مرواری آی به مریم تفنگ برسم یادگاری دست مرواری آی به مریم دمتون گرم بچه‌ها. شغلتون چیه؟ شغل من کار بهیاری انجام میدم توی خانه سالمندان. بله. بله. بابک جان هم همینطور. بابک جان هم همینطور. من خیلی خوشم آمد از این اجراتون. برای من خیلی جالب بود. من از تنبک زدن شما بسیار لذت بردم. خیلی تکنیک خوبی دارید ولی از خوندنتون آنچنان نه. فکر میکنم مازندرانی خوندید دیگه. بله این قطعه رو مازندرانی خوندم. تیف فدا مازندرانی هستین. فدا بابا قربان شما فدا بابا. با ساز خانومم بسیار موافق بودم ولی من حیث المجموع کارتون رو میتونم بگم خوب بود ولی چنگی به دل من متاسفانه آنچنان نزد. من رو میبخشید. نظرم رو باید بگم. بسیار محترم نظر شما. خواهش میکنم. لطف دارید. لطف کردید. مرسی. هر هنرمندی نیاز به یک تماشاگر یا شنونده داره و همین هنرمندها با مردم به نظر من دیده میشن و شنیده میشن. امروز داشتم فکر میکردم ما اینجا کردی داشتیم، آذربایجانی داشتیم و اتفاقا داشتم فکر میکردم چرا مازندرانی نداشتیم که خب خدا رو شکر اینو شنیدم. من الان داشتم قبل از اینکه تماشا به آرش جان میگفتم چقدر این ترکیب موسیقیتون رو به عنوان یک شنونده دوست داشتم خیلی. شاید اگه چون خیلی زبان بدنتون جالب بود سراغ این سازها که میرفتیم و خیلی منو جذب کرد. در راستای حرف ابی جان به عنوان یک حالا اینکه گوش شنیدم ترکیبش منو جذب نکرد خوندن و این ساز ولی سازتون رو خیلی دوست داشتم. سپاسگزارم. خیلی منم کارتون رو دوست داشتم ولی به نظر من خیلی چشمگیر نبود و بریم رأی بدیم ببینیم. من خوندنتون رو خیلی دوست داشتم. من میگم بله. متشکرم. من نه. سپاسگزارم. ابی عزیز. من هم متاسفانه جوابم نرسید. متاسفانه. متشکرم. مرسی که اومدین بچه‌ها. دستون در نکنه. متشکرم. مرسی. میتونم راحت صحبت کنم؟ چون کاری که ما اینجا اجرا کردیم فکر میکنم از لحاظ کوالیتی و از لحاظ اجرا اگر شما یک موزیسین و کسی که در موزیسین درست حسابی این کار باشه بیاد بشینه و آنالیز کنه کار ما رو، من به شما قول میدم که به ما نمره مثبت میده و من اصلا ناراحت نیستم الان چون فکر میکنم ما میدونیم کجای کار وایسادیم. که من از بخونسم با کی ندارمه هرچی فکر که صدا ندارمه. درود در شما. اسمم آلیور حکیم است. من 20 سالمه و لس آنجلس به دنیا آمدم و اونجا هم زندگی کردم تا حالا. الان تورنتو درس میخونم و از اونجا تشریف آوردم اینجا. آدم به یه کسی دیگه میگه تشریف آورده، به خودش که دست گل نمیفرسته بگه من تشریف آورده. الان تورنتو درس میخونم و از اونجا اومدم اینجا. من تا حالا ایران نرفتم متاسفانه و من خیلی دوست دارم ایران برم. عاشق فرهنگ ایرانی شدم. انگار وقتی رفتم جلوتر با این فرهنگ و به خصوص با موسیقیش رفتم جلوتر تو شعرشون، تو زبونشون که 6 سال دارم یاد میگیرم فارسی و دیگه احساس میکردم که دارم روحمو پیدا میکنم.
تو غذای ایرانی من بیشتر چلو کباب رو دوست دارم و دوغ زیاد میخورم به خدا. درود بر شما. سلام. سلام، خوب هستی؟ خوبم، مرسی. شما خوبین؟ بله مرسی، خیلی ممنون. اسم شما؟ آلیور حکیم. آلیور، خوش آمدین. خیلی ممنون. از کجا آمدین؟ کجا زندگی میکنین؟ من الان تورنتو درس میخونم ولی لس آنجلس زندگی میکنم. لس آنجلس؟ بله. همشهری من. کجا لس آنجلس زندگی میکنین؟ وست‌وود. وست‌وود. با همه ایرانی‌ها. دقیقاً. خب میخوای برامون؟ من قراره یه قطعه از بیژن مرتضوی اجرا کنم به نام رقص آتش. بفرمایید. خیلی ممنون.
خسته نباشین. تشکر. دمت گرم. این آهنگ خیلی سختیه واقعا. به قول آرش ترکوندی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. موها باتم که بلند شد اینقدر محکم زدی. من خیلی خوشم اومد. آخرین بار که شما ایران بودین کی بود؟ من تا حالا ایران نرفتم متاسفانه. نرفتین. چند سالتونه؟ جانم؟ چند سالتونه؟ چند به میخوره؟ 24. 26 24 من 20 سالمه. 20 سالته. ماشاءالله. دوست دارین برین ایران؟ خیلی دوست دارم. فکر نکنم کسی تو این دنیا بیشتر از من میخواد بره ایران. چرا تا حالا نرفتین؟ سخت با خانوادم و اینا. خب معلوم بود که من کلی لذت بردم از اجرای شما. بذار نظرهای دوستان عزیز رو بگیریم. با ابی جون شروع میکنم. حتما من بسیار بسیار لذت بردم آلیور جان. بچه محلم هستیم با هم دیگه این شد مزید بر علت. من خیلی خوشم اومد از کار شما، ولی دلم می‌خواست یک قطعه دیگه هم میشنیدم. حالا الان فرصت نیست. خسته نباشی. خیلی ممنون. مهناز جون شما؟ من خیلی لذت بردم. خیلی ممنون. آرش جون؟ اولیور جان اول شروع کردی یه ذره اینجوری دو دل بودم، برای که خب من خودم هم آقای بیژن مرتضوی خیلی کاراشو دوست دارم، ولی هی بهتر و بهتر و بهتر و بهتر شد که دیگه آخرش دیگه منفجر کردی. خیلی ممنون. و بال بود. حسابی حال کردم من. خیلی ممنون. پس بریم به رای گیری. آره. ابی جون؟ من با کمال میل بله، ولی امیدوارم دفعه بعد یه قطعه خیلی زیباتر برام، یعنی کلاسیک بزنید، چون من یه ذره تکنیکتونم بیشتر حال کنم باش. چشم. خواهش می‌کنم. مرسی. مهناز جون؟ بله حتما. مرسی. آرش؟ اولیور جان من شما رو خیلی دوست دارم و 100% رای من بله هست. خیلی ممنون. من میگم بله. مرسی. اصلا مرسی. خیلی ممنون. مرسی داری. کاری زدی. چه حسی دارم دیگه. احساس کردم که خودم رو رها کردم.